با گذشت 3 روز از بازداشت چند تن با گفته منبع‌های رادیوی آزادی زیاده از 20 نفر از ساکنان محله دروازه پایتخت خانواده‌شان درباره آنها معلوماتی بیشتر ندارند. خانواده 2 تن از بازداشت شده‌ها در صحبت با رادیوی آزادی گفتند نه پلیس محلی و نه مقامات‌های دیگری انتظامی و امنیتی با آنها نمیگویند که فرزندانشان به چه گمانبر میشوند. یکی از همصحبتان ما که نخواست نامش برده شود در صحبت با رادیوی آزادی گفت که روز 9 مارس 3 نفر که ظاهراً کارمند مقامات هستند به منزلشان درآمده بدون معرفی خود پسرش را بازداشت کردند و تا حال از احوال او خبردار نیستند. خانواده بازداشت شده دیگری گفت که باور ندارد پسرش به کدام عمل غیرقانونی دست زده باشد، ولی اگر گناهی دارد چرا به خانواده‌اش نمیگویند. منبع‌های رادیوی آزادی نام و نسب 16 نفر از بازداشت شده‌ها را ذکر کردند، ولی مقامات در این باره چیزی نمیگویند. در گذشته خبر بازداشت ساکنان جماعت یزدگلام ناحیه ونج بارها رسانه‌ای شده است، ولی در عکس الحالت مقامات چنین بازداشت‌ها را شرح ندادند.